Misali 66 ریشه مدل رو یابیم. این نمود سوال رو چه کار میکنیم؟ نیو کنیم. اول 5 درجه 3x مینوس 8 رو چه نوشته میتونیم؟ 5 درجه 3x مینوس 7 نوشته میتونه ضرب 5 درجه مینوس 1 مینوس 7 مینوس 1 مینوس 8 میشود. یعنی ما این رو چیکار میکنیم؟ من در اینجا 5 درجه 3x مینوس 7 رو همچون a گیرم و مدل رو شکلش رو عوض میکنم، ساده تر میکنم. چی میشود؟ a مینوس 3 ضرب a ضرب 5 مینوس 1. یعنی ما این قسمش رو a گفتم برابر 10 است. اکنون یک مدلی ساده شد. اگر من باش 5 درجه مینوس 1 رو با پایان گیرم، این میشه a مینوس 3a تقسیم 5 برابر 10 است. از اینجا ما a رو اول یابیم، مخرج رو برابر کنیم. 5a مینوس 3a تقسیم 5 برابر 10 میشود و از اینجا 2a برابر 50 و a برابر 25 میشود. در اینجا با ما a لازم نیست، با ما چی لازم؟ x لازم است. بیاین به شکل اول گردونیم. 5 درجه 3x مینوس 7 برابر به 25. 25 این چی است؟ 5 کوادرات است. اکنون وقتی که اساس ها برابر هستند، درجه هم باید برابر شود. 3x مینوس 7 برابر 2. از اینجا 3x برابر 9 میشود و x برابر 3 میشود. ریشه مدل رو یافتیم. مثال 67 ریشه مدل رو یابیم. در اینجا باز شکل مدل رو عوض میکنیم، آسان‌تر میکنیم. چه کردیم؟ نیا کنیم در هر یک اعضا 2 درجه x مینوس 1، 2 درجه x مینوس 2 و 2 درجه x مینوس 3 داریم. هر یک ما چه نوشتیم؟ نیا کنیم 2 درجه x مینوس 2 رو ما میتونیم نوشته 2 درجه x مینوس 1 ضرب 2 درجه مینوس 1 و باز 2 درجه x مینوس 3 رو ما میتونیم 2 درجه x مینوس 1 ضرب 2 درجه مینوس 2 نوشته میتونم. و در این سوال 2 درجه x مینوس 1 رو همچون یک حرف دیگر کنیم، نامعلوم a بگذار باشد و اکنون مدل خود رو می نویسیم از جهت a. این میشود 3 ضرب ما این رو a گفتیم a جمع 4 ضرب a ضرب 2 درجه مینوس 1. اکنون ما این چی رو استفاده بردم؟ مینوس 5 ضرب a ضرب 2 درجه مینوس 2 برابر 15 است. اکنون ما در این مدل a رو میابیم. بیایم با شکل ساده تر کنیم. این میشود 3a جمع 4a تقسیم 2 که این 2a است مینوس 5a مینوس 5a تقسیم 4 برابر 15. بیایم یک بار مخرج رو برابر کرده میتونیم. به همش 4 میدیم. این میشود 12a جمع 8a مینوس 5a تقسیم 4 برابر به 15. اکنون صورت به چی تبدیل می‌یابد؟ 15a تقسیم 4 برابر 15. از اینجا a برابر 4 میشود. اکنون با ما a لازم نیست، با ما x لازم است. به شکل اول میگردونیم. ما یعنی چی رو ما a گفته بودیم؟ 2 درجه x مینوس 1 برابر a یعنی برابر 4. 4 در اینجا شد 2 درجه 2. وقتی که اساس ها برابر هستند، مخرج هم باید درجه هم باید برابر باشند. x مینوس 1 برابر 2. از اینجا x برابر 3 می شود. ریشه این مدل هم 3 است. مثال 68 ریشه مدل رو یابیم. نیا کنیم چی است در اینجا؟ ما چی کنیم؟ مثلا بیاین اول پیازوی کردم. 12 درجه x رو ما همچون 3 ضرب 4 درجه x نوشته میتونیم، یا اینکه برعکس 3 ضرب 2 درجه x ما همچون 12 درجه x نوشته میتونیم. نیا کنیم در دوم شکل ما چی داریم؟ در این شکل ما از مدل اول استفاده فقط فهموندم برای این شکل کنیم. نیا کنیم من نوشتم 4x ضرب 4 درجه مینوس 1 ضرب 3 درجه x ضرب 3 درجه مینوس 2. اکنون مینوس ها رو با مخرج اگر نویسم، این میشود 4 درجه x در درجه 3 درجه x تقسیم 4 ضرب 3 کوادرات و این به چی تبدیل میشه؟ باز چی گفتیم؟ 3 ضرب 4 این رو ما همچون 12 درجه x نوشته میتوانیم. پایان باشد اگر این 36 میشود. اکنون برای این مثال کار کردن بیاین شکلش رو عوض کنیم. 12 درجه x رو همچون a گیریم و مدل ما به چی تبدیل میشه؟ a مینوس a تقسیم 36 برابر 140. یا کنید چه مدلی ساده شد. از اینجا اگر مخرج رو برابر کنید 36 a مینوس a تقسیم 36 برابر 140 و از اینجا اگر ما a رو یابیم این میشود در اینجا اگر کنیم 35 a برابر 36 ضرب 140. اگر ما این رو کار کنیم این به
چی برابر می شود؟ 36 آ برابری 140 تقسیم 35 این می شود 4 144 می شود. آ برابر 144 لیکن با ما آ لازم نیست، با ما x لازم است. چیکار میکنیم؟ 12 درجه x این 144 است و 144 با 12 درجه 2 برابر است. از اینجا x برابری 2 می شود. مثال 69 این مثال چه کار میتونیم؟ یک دوچه رو باید ریشه رو با خاطر بیاریم. 9/5 در ریشه ما این رو همچون 9/5 در درجه 1 تقسیم 2 نوشته میتونیم و 9/5 خودش هم همون 1 تقسیم 2 نوشته میتونیم. بیاین یک بار اگر نویسم 9 همون 1 تقسیم 2 در درجه 1 تقسیم 2 نوشته میتونیم. برای چی ما کرده ایستادیم؟ مثلا 9 چی میشود؟ شکلی سوال باز میاد 1 تقسیم 2 در درجه x مینوس 7/5 ضرب 1 تقسیم 2 در درجه 1 تقسیم 2 و 32 رو ما همچون 2 درجه 5 نوشته میتونیم. وقتی برای اساس های یکی هستن درجه هم ما جمع کرده میتونیم. این میشه 1 تقسیم 2 در درجه x مینوس 7/5 جمعی 9/5 1 تقسیم 2 درجه 9/5 برابر 2 درجه 5 و این به چی تبدیل میشه؟ ما 1 تقسیم 2 هم 2 درجه مینوس 1 نوشته میتونیم. این میشه x مینوس 7 میشه مینوس 7/5 9/5 مینوس 7 برابر 2 درجه 5. اکنون این مثال رو درجه باشد درجه ها رو ضرب میکنیم. این میشه 2 در درجه مینوس x جمع 7 برابر با 2 درجه 5. اکنون که اساس ها برابر شدن ما درجه ها رو برابر کرده میتونیم. x مینوس 7 x مینوس x جمع 7 برابر 5 از اینجا x برابری 2 میشه. مثال 70 ریشه مول را یابین. نگاه کنین اساس ها همش 9/4 است. بیاین مثال را با ساده تر نویسیم. این چی است؟ 9/4 در درجه 3 تقسیم 2 x مینوس 6 برابر 9/4 ضرب 9/4 درجه 1 تقسیم 2. طرف راست اگر درجه نداشته باشه این یک مانند درجه رو جمع کرده میتونه. این میشه 9/4 3 تقسیم 2 x مینوس 6 برابر با 9/4 یک جمع 1 تقسیم 2 این 1/5. اکنون که اساس ها برابر هستند درجه هم باید برابر باشد. یعنی 3 تقسیم 2 x رو ما 1/5 x نوشته مینوس 6 برابر با 1/5 این میشه 1/5 x برابر با 7/5 از اینجا x برابری 5 میشود. مثال 71 ریشه مول را یابیم. اول ما باید اساس های برابر کنیم. این 1 تقسیم 2 رو ما همچون 2 درجه مینوس 1 نوشته میتونیم در درجه 2 مینوس x تقسیم 2 و 8 رو ما 2 درجه 3 نوشته میتونیم و ریشه 2 رو همچون 2 درجه 1 تقسیم 2 نوشته میتونیم. اگر این مثال رو کار کنیم اگر درجه باشد ضرب میکنیم درجه رو میشه 2 درجه مینوس 2 جمع x تقسیم 2 برابر 2 درجه 3 جمع 9/5 کنیم. اکنون که نگاه کنیم اساس ها برابر هستند درجه هم باید برابر باشه. میشه 2 جمع x تقسیم 2 برابر با 3/5 و اگر اینو کنیم x تقسیم 2 برابر با 5/5 و x برابری از اینجا ضرب کنیم در برابر x برابری 11 میشود. مثال نوبتی 72 ریشه مول را یابیم. اساس های باید اول برابر کنیم. بیاین نویسیم 3 درجه 7 میایستد ضرب 1 تقسیم همچون 3 درجه مینوس 1 نوشته میتونیم در درجه x مینوس 7 ریشه x مینوس 7 243 را هم ما همچون نوشته داریم 3 در درجه 5 نوشته میتونیم. اکنون چیکار میکنیم؟ 3 درجه 7 درجه ضرب میکنیم 3 درجه مینوس x مینوس 7 برابر 3 درجه 5 و در اینجا ما 3 درجه 7 مینوس ریشه x مینوس 7 برابر با 3 درجه 5. اکنون که اساس ها برابر هستند ریشه های هم باید درجه هم باید برابر شوند و در این سوال چی میشود؟ 7 مینوس x مینوس 7 برابر 5 و اگر ما ریشه رو به طرف راست 5 رو چپ بریم میشه 2 x مینوس 7 برای این رو کار کردن حد را درجه 2 میگیریم برای از ریشه قبول شدن این میشود 4 برابر با x مینوس 7 و x برابری 11 میشود.
مثال اول مدل رو حل کنین اساس ها یک است. بیاین اول اساس ها رو یک رو چک نوشته میتونیم 2 درجه 2 4 رو همچون نوشته میتونیم 2x مینوس 3 و برابر 8 رو هم 2 درجه 3 نوشته میتونیم 4 جمع x. اکنون درجه به درجه باشه درجه ها رو ضرب میکنیم. این میشه 2 4x مینوس 6 2 درجه 12 جمع 3x نوشته میتونیم. اکنون که اساس ها برابر هستند درجه هم باید برابر شد، یعنی 4x مینوس 6 برابر به 12 جمع 3x. این مدل کار کرده میتونیم. این میشه x برابر 18. 74 و 75 در یک جمله اکنون سوال آسان شده ایستادن و فکرم معلوم است. مثال 74 چون کنیم اول اساس رو برابر میکنیم. جای این دو 3 کوادرات نوشته میتونیم در درجه 3x جمع 6 27 رو همچون 3 درجه 3 12 جمع x. اکنون وقتی ما درجه به درجه داشتیم درجه رو ضرب میکنیم. این میشه 3 در درجه 6x جمع 12 برابر به 3 36 جمع 3x برابر می شود. اینجا نقصدار نویسم 36 جمع 3x. اکنون که اساس برابر هستند درجه هم باید برابر باشند، یعنی 6x جمع 12 برابر به 36 جمع 3x. این می شود 3x برابر 24 از اینجا x برابر 8 می شود. 75 با مثل همین کار کرده میشد. 25 رو مشکل نمیشه 5 کوادرات نوشته بتوانیم در درجه 4x جمع 2 25 رو 5 کوب نوشته میتونیم در درجه 3x مینوس 4. اکنون درجه به درجه رو ضرب میکنیم. این میشه 5 در درجه 8x جمع 4 برابر به 5 درجه 9x مینوس 12. اکنون که اساس رو برابر درجه هم باید برابر باشن. 8x جمع 4 برابر به 9x مینوس 12 و از اینجا اگر ما x رو ببینیم x برابر 16 می شود. مثال 76 و 77 به مثال پیشینه مانند است. یک به یک اگر کنیم 76 4 تقسیم 5 در اینجا یگان چیز ساده کرده نمیشه. 4 تقسیم 5 2 مینوس 1 درجه 2 25 16 ما خیلی نمیشه میتونیم 5 کوادرات تقسیم 4 کوادرات x مینوس 4. اکنون هر دوش کوادرات که هست اون رو به بیرون گرفته میتونیم، یعنی 5 تقسیم 4 در کوادرات، یعنی خیلی نمیشه میتونیم 5 تقسیم 4 در کوادرات در درجه x مینوس 4 نوشته میتونیم. وقتی نگاه کنید 4 تقسیم 5 تقسیم 4 جای صورت و مخرج عوض باشد ما یکی از اونها رو جاشون عوض کرده درجه به درجه مینوس ضرب کرده میتونیم. یعنی این چی میشه؟ مثلا من یک ماش عوض کنم 5 تقسیم 4 در درجه مینوس 1 که این با 4 تقسیم 5 برابر در درجه 2 مینوس x است. و اگر این طرف رو طرفی این قسمتش رو ساده کنم 5 تقسیم 4 در درجه 2x مینوس 8 می شود. در اینجا هم چی میشه؟ درجه مینوس 2 جمع x اساس ها برابر هستند. درجه رو یک برابر کنیم 2x مینوس 8 می شود. از اینجا اگر x رو ما یابیم x برابر به 6 می شود. مثال 77 چیکار میکنیم؟ 81 تقسیم 16 رو مشکل نوشته میتونیم 3 تقسیم 4 در درجه 4 نوشته میتونیم در درجه x مینوس 5 و 2 تقسیم 3 تقسیم 2 بخشش 4 نه 3 تقسیم 2 و 2 تقسیم همچون 3 تقسیم 2 در درجه مینوس 1 در درجه 4 مینوس 2x نوشته میتونیم. اکنون ما اساس ها برابر هستند درجه هم باید برابر باشد، یعنی 4 ضرب x مینوس 5 باید برابر مینوس 1 4 مینوس 2x برابر قوس را در شویم 4x مینوس 20 برابر به مینوس 4 جمع 2x. این مدل ساده است. کار کرده میتونیم 2x برابر 16 می شود x از اینجا برابر 8 می شود. مثال آخرم درباره این مدل درجه دار 4 تقسیم 6 یگان چی وزن می شود 1 جمع 2x 64 تقسیم 216 ما اینو چه نوشته میتونیم 4 تقسیم 6 در درجه 3 نوشته میتونیم در درجه x مینوس 6. اکنون چه کنیم
اساس‌ها برابر هستند، درجه هم باید برابر باشه. 1 جمع 2x برابر به 3 ضرب x مینوس 6. از اینجا اگر خواست بکنم 1 جمع 2x برابر 3x مینوس 18 و از اینجا x برابر چند میشه؟ 19 میشه اگر خطا نکرده باشم در حل کارها.